یک نکته عجیب درباره زندگی این است که هیچ کس نمی‌داند چطور باید زندگی کند. در واقع خیلی ها در پایان راه می‌فهمند که هرگز زندگی نکردند. من هم همینطور. امروز تاریخ 2 آگوست 2019 اشلی لارنس سوم 100 ساله می شود. یعنی من. و این سن کمی نیست. از هر کسی بپرسید به شما خواهد گفت. چیزهای زیادی دیدم، کارهای زیادی کردم. با این همه دیدن و انجام دادن شاید فکر کنید آدم خردمندی شدم، اما نشدم. من همچنان به همان اندازه روزی که به دنیا آمدم ناپخته‌ام. موجودی کوچک و ترسان از مرگ. و چرا نباشم؟ این ابتدایی ترین ترس است، ترس از ناشناخته ها. و من بسیاری را دیدم که به آن سوی ناشناخته رفتند. همسرم باربارا در خواب آرام. 15 سال از آن روز گذشته. رفیق جنگیم الفی وقتی که گلوله‌ای از آسمان افتاد جانش را برای همیشه گرفت. انفجاری ناگهانی و خشن، سنگ‌ها، تکه‌های سیمان، گرد و غبار و خون و بعد هیچ. حتی الفی هم دیگر نبود. بعضی ها میگویند آن جنگی خونین بود و اشتباه نمی کنند. اما من آن را خالی می نامم. به جای همه گلوله هایی که بر جای گذاشت تنها لاشه‌ای به جا ماند، خالی از صاحبان انسانیشان. این یعنی پوچ واقعی. و آن روزها خیلی وقت پیش بودند. هیچ چیز شکست ناپذیر نیست، حتی حافظه آدمی، مخصوصا حافظه من. و این را بامزه می دانم، چون اگر یک انسان خاطراتش نباشد پس چیست؟ من چه هستم جز 2 شش برای نفس کشیدن و قلبی برای پمپاژ خون در رگ‌هایم. همه اینها فقط برای این است که ذهنم را سر پا نگه دارند. ذهنی که می ترسم مثل یک اسفنج زیر آفتاب تابستانی خشکیده باشد. من از جنگ جان سالم به در بردم. حتی یک مدال هم گرفتم، هرچند مطمئن نیستم برای چه. در حالی که الفی همانجا ماند، زیر شقایق‌ها دفن شد. اما آن داستانی دیگر بود. تنها چیزی که از او باقی مانده خاطرات من است و وقتی من بمیرم او هم خواهد مرد. پسری که در جوانی کشته شد بدون اینکه هیچ کس نامش را به دوش بکشد. حالا این تراژدی است. این یعنی اندوه واقعی. شک دارم که حتی شکسپیر هم میتوانست چیزی به این تلخی بنویسد. اما آن گذشته بود و اکنون است. چه فایده ای دارد که دوباره به آن فکر کنم؟ شاید به این خاطر که باعث می شود از خودم بپرسم چقدر طول خواهد کشید تا دیگر هیچ کس مرا هم به یاد نیاورد. 50 سال، 100 سال. چقدر زمان لازم است تا باربارا، الفی و من انگار که اصلا وجود نداشته ایم. مدت هاست که روی قفسه های تاریخ خاک می خورم و کمرم درد گرفته است. یکی از شما جوانترها یک صندلی مناسب برای این پیرمرد پیدا نمی کند؟ واقعا جوانهای این دوره و زمان. بابا؟ با چشمانی خسته نگاه کردم. مرد جوان و لاغری با نگرانی به من خیره شده بود. اریک پسرم چطوری؟ آلیس چطور است؟ او آرام در صندلی که برایم ناآشنا بود نشست. خوبه پدر. همیشه میگفتم دختر خوبیه. و بچه ها، سوزی هفته پیش یک نقاشی خیلی قشنگ برام کشید. اریک لبخند زد. واقعا؟ اما چشمهایش نه. بله، خیلی رنگارنگ بود. یه روزی هنرمند میشه، شک ندارم. اما حس عجیبی به من دست داد. چیزی درست نبود. احتمالاً معده‌ام باز مشکل داشت. میشه از مادرت بخوای یه چای برام بیاره اریک؟ چهرهش جا خورد. مامان؟ نه، اون زن توی خیابون. مطمئنم توی آشپزخونه است. برو دیگه. لحظه ای مکث کرد. بعد دوباره بلند شد. دوستت دارم بابا. با دستم به نشانه بی‌حوصلگی اشاره کردم. بس کن این حرفا رو. امروز که کسی نمرده اریک، ولی اگه یه چای گیرم نیاد شاید بمیرم. چند لحظه ای ایستاد و بعد گفت الان برمیگردم.
با رضایت گفتم حالا برو بیرون، پسر خوبیه. او رفت و در را آرام پشت سرش بست. عجب، یادم نمی آید بین آشپزخانه و اتاق نشیمن در بوده باشد. خب اشکالی ندارد. اریک پسر خوبی است، واقعا پسر خوبی است. البته چای درست کردنش افتضاح است. 10 سال فرستادمش مدرسه که دکتر بشود. البته هنوز نمیتواند یک چای درست کند. ناخوشایند جابجا شدم. یک پیرمرد باید جای راحت تری داشته باشد. واقعا از جا پریدم. نفسم گرفت و به سقف خیره شدم. نورها از آنچه میخواستم روشن‌تر بودند. زیادی روشن برای یک پیرمرد. من پیرم. 100 ساله. 100 سال پر از درد و شادی. به یاد میآورم وقتی پسر بچه‌ای بودم در یک شهر کوچک بزرگ شدم. جنگ را یادم هست. ترس و خون و عرق. ازدواجم را یادم هست. باربارا در لباس سفیدش مثل یک ملکه بود. به یاد میآورم تولد اریک، تحصیلش، ازدواجش، پدر بزرگ شدنم را یادم هست و حتی پدر بزرگ شدنم را. من شرارت را دیدم در اروپا، میان پیکرهای روی هم انباشته مردان، زنان و کودکان کنار هم یخ زده بودند، در حالی که برف رویشان می نشست. اما خوبی را هم دیدم در اراده اریک برای کمک به مردم، بی توجه به اینکه چه کسی هستند یا از کجا آمدند. من زندگی طولانی داشتم. گوشه چشمم خیس می شود چون حالا می دانم کجا هستم. من خانه نیستم و باربارا در آشپزخانه چای درست نمی کند، در حالی که من روی صندلی راحتی هم نشستم و روزنامه می خوانم. هیچ نوری از پنجره نمیتابد که صورتم را گرم کند چون شب است و باربارا 15 سال است که مرده و سوزی خودش حالا بچه دارد و اریک دیگر یک پسر نیست. او تقریبا 70 ساله است. من در بیمارستانم و دارم میمیرم چون این مسیر زندگی است. به نوعی درست است. از جنگ به بعد روی زمان قرضی زندگی کردم، از وقتی که شکم الفی از هم دریده شد و درونش بیرون ریخت. فکر می کنم زندگی بدی نداشتم. کسب و کارم را درست اداره کردم. پسرم را به مدرسه فرستادم. همسرم را دوست داشتم و الفی را به یاد می آورم. بعد از همه این سالها هنوز یادم مانده و این مهم است و تنها می توانم امید داشته باشم که آنها نیز مرا به یاد خواهند داشت. چشمانم را بستم. هر آنچه که در ابدیت در انتظارم باشد برایش آماده‌ام.